فقط گوجه. آره دیگه گوجه. یه تاپاله گرم تابستونه. اگه خنک نبود. بچه‌ها سوار اتوبوس شدیم. اتوبوسش خنکه. زنه یه دونه راه اینجوری نشون داده. میگه اینا ساتنه. دیگه گردن بچه میده. خیلی روم نمیشه تو مغازه واسه فیلم بگیرم حقیقتا. من اگه پیانو هم بلد بودم هیچ وقت روم نمیشد برم تو پاساژ وایسم پیانو بزنم این شکلی. یحیی با عاطفه. سلام حالتون چطوره؟ من برگشتم با یه ویدیو دیگه. آقا امروز تنها نمیخوام برم بیرون. امروز با نگین قرار بریم بیرون، قرار بریم پاساژ خرید انجام بدیم و گفتم که شما هم همراه هم باشین. بیادر مسخره میکنه. بیادر مسخره نمیکنه. کسی داشتی میگیری از بس که بچه عزیز حالا که داره فیلم میگیره نگین هی بهم میگه چرا موهای بکن میکنی بالا یه دونه کجا نکن کوشش. نه اینه که همیشه نمیزنم. اینو وقتی میخوام بازدار شما هم میزنم. میذاره اینجا اونو بعضی وقتا میکنم. بیادر همیشه نمیزنم. فقط گوجه. آره دیگه گوجه. یه تاپاله گرم تابستونه. یه تاپاله اینجوری میگیرم حالت عادی میرم بیرون اینجوری گوجه میکنم. الان نمیتونم. حالا نمیخواد الان گوجه کنی. نه گرم آفرین قشنگی. نیرو خیلی گرم. بچه نگین اینو پوشید. من پیرم پوشیدم. اینم نگین خانوم. بریم. بای. بای نداره هنوز هست. آها نه بای. بچه ها ما اومدیم سوار شده بودیم. نگاه سوار شدیم یه دونه ماشین سوار شده بود. خیلی خنک و خوب و خوشگل بود. نگین خانوم خیلی خنک بود و ما هم پیاده کرده شدیم گرما. میگه بریم با یکی دیگه بریم. اگه اون خنک نباشه چی نگین خانوم؟ اگه خنک نبود میگه اتوبوس خنکه بریم ببینیم اتوبوسش خنکه یا نه. این هم یه ذره منظره بورسا رو ببینید. بیمارستانه. میگه بیمارستانه اینجا. چرا تو بیمارستان پیاده کردی؟ بچه ها سوار اتوبوس شدیم. اتوبوسش خنکه. خیلی بد رانندگی میکنن. همش میپره به چپ و راست اینجا. نه منظره اینجا کجاست نگه خانم؟ محوطه دانشگاه میگن. بچه عزیز الان اینجا که داریم میریم یه پاساژ فروپارک. چه عجبه تو درست بود. آره میریم فروپارک. بعد الان اولین بار با نگین میرم. دفعه بعد ایشالله تنها باید برم دیگه. ببینم یه بار یاد بگیرم ببینم چجوری. اینقدر نگین عوضیه. همیشه یه جوری میبره که نفهمی چجوری میری. چرا همش اینجوری قاطی پاتی میکنه. که یهو اینو عوض میکنه اصلا از قصد میکنه. مثلا یهو داره مثلا میگه اینو بعد سوار میشیم میریم بعد یهو پیاده میشیم میره یه چیز دیگه. قصد میکنه تو نفهمی کجا باید بری چجوری باید بری. به خدا بذار خستم من خودم با همون اپلیکیشن بزنم برم. اومدیم فروپارک. نگین خانم من اینجا باید کیفمون رو باید بذاریم. بچه ها رو تختی میخوام من. بعد نگین جان داره نگاه میکنه. بعد بهش میگم ساده میخوام. بعد میره بزنه میگه ساده. بعد نگین که اینا رو به من میگه بیا اینا قشنگه. میگم ساده میخوام و ساتن براق. بعد زنه یه دونه راه اینجوری نشون داده. میگه اینا ساتنه. میگم نه ساده میخوام شبیه زندانیا نمیخوام باشه. قیمت ها رو ماشاءالله خیلی گرونه. انشالله شما سابسکرایب کنید. ما از سابسکرایبر شما پول بریم بخریم. پول دارشیم. چه اشکالی داره؟ یعنی پول دار میکنید یه بارم ما پول دارشیم. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ 549 تا. این فقط یه دونه پتوه نگین و اینکه ساده نیست گل داره. میبینی؟ ساده میدونی یعنی چی نگین؟ یعنی ببین اینجوری این ساده میشه هیچی توش نیست. اینا رو ببینید چه قشنگه. چودنه سنگینه خیلی قشنگه.
اینا بچه ها تخفیف دارن 50 تا 50 تا یه دونه بخری یه دونه رایگان میشه در واقع. درسته اینا رو 1000 تا بوده شده 250 تا. اینا رو کی میخره؟ ننه بزرگ من میخرید اینا استفاده میکرد. این سرویسش اینا 6000 تا بوده شده 1500 تا عزیزم. 999 تا شده. اینه این 4 نفره 16 پارچه 1000 تا. ندارم. آره. فیاتا قیمت رو یه جوری گذاشتن که خودت هم نفهمی چه جوری میکنن تو پاچت. اینا خوشگله. آره. مادر بزرگی نگی کشته منو با این بو بچه ها. هر دفعه میاد اینجا از اینا میخره. بوی بچه میده، بو گردن بچه میده. این بالا سر داره من تست میکنم. نه پس نمیره. اون چون تو داری در این رو میکنی نمیره. 2000 years later. نگینی که همچنان داره اینا رو بو میکنه. همه رو بو کرد. قشنگای من خرج کرد. بچه من هنوز خیلی روم نمیشه تو مغازه واسهتون ویدیو بگیرم. چیزایی که از شما نتونستی در بیاریم خودمون کار کرده بودیم همه رو خرج کردیم. خیلی خرج کردیم و هیچ چیزی نخریدیم که به درد بخوره باشه. یک مش آشغال خریدیم. حالا بریم خونه نشونتون میدم. الانم داریم میریم بقیه پولامون رو خرج کنیم. یه دونه اینجا چیز داره، یه دونه کافه داره، کافه دنیاسی. این یه دونه نوشیدنی پسته‌ای داره، وای خیلی خوشمزه است. الان می‌خوایم بریم از اونها بخریم. براتون عکس و فیلمش رو می‌ذارم ببینید. و این دیگه آخرین پولمون رو خرج کنیم. ببینیم چی میشه دیگه. خیلی روم نمیشه تو مغازه واسهتون فیلم بگیرم حقیقتا. احساس می‌کنم مثلا هر یکی میاد میگه چرا داری فیلم می‌گیری؟ چرا از من فیلم گرفتی؟ چرا اینجوری؟ واسه همین یه ذره هنوز روم اونقدر با نشده. انشالله که اون روز برسه که با اعتماد بنم فیلم بگیرم براتون. همین نمیزنم همون قیافتا چرا درازه؟ چرا خواهد بوتیکتر من برنقدر از من درازتر باشه؟ هم ازش دراز دارم هم وزنم ازش کم. راست میگن 60 کیلوه خاک برسر. چند کیلویی؟ من 68 دارم. دروغگو 68 کیلو بودم، این 60 کیلو بود. بچه اونجا رو ببینید، یه دونه پیانو گذاشتن، آدم ها میتونن بیان پیانو بزنن برای خودشون. این آقای اومده داره میزنه. خیلی خوشحال از این که میتونه پیانو بزنه. من اگه پیانو هم بلد بودم هیچ وقت روم نمیشد برم تو پاساژ وایسم پیانو بزنم این شکلی. بچه ها ما اینجا بودیم نشسته بیم داشتیم خوش خورم قهوه‌مونو میخوردیم. بعد دوست سر نگین زنگ زد داشت میرم خونه. بعد نگو بیا اینجا منمر رو اومد دنبالمون یحیی با عاطفه. بچه ها یحیی دور یحیی خب اومدیم خونه. حالا خریدار میخوام بهتون نشون بدم بچه عزیز. اینو نگین خانوم خرید. بخچه عروس باز میکنه نگین خانوم از طرف مادر عروس. دوستش خوشگه. بعد رفتیم اونجا یه عالم مارک بود، نیوه بود، چی بود یه دونه وازلین بود. اونو خواستیم بخریم چون ارزون‌تر بود. بعد زنه گفت بعد زنه که بغل دستمون بود این اصلا خوب نیست، بوش خوبه ولی خوب نیست. بعد اینو خریدیم. چقدر شد؟ 190 189. اینو خریدیم سوئیسی هم فکر کنم که ببینیم چیه دیگه. حالا نگین خانم باید استفاده کنه ببینیم خوبه یا نه. اینو از اینا خریدیم برای آقا سدات. سدات که همون یحیی دوست دختر نگینه که اسمش سدات، من بهش میگم یحیی. از ایناست که پرز میگیره، خوره داره، روزی 55 استفاده میکنه. بعد دیگه براتون بگم یه دونه چیز خریدیم. این چی بود؟ شامپو بدن. شامپو بدن رو میشوریم باز تمیز میشیم، خوشبو میشیم. همش نشون بدنم بقیه‌اش نشون بدنم. دیگه چی خریدیم؟ الان نارمال داشتی خریدیم. خیلی گرونه 180 لیر خیلیه. و یکی دیگه نشون بدم یکی نشون بدم. و این من خیلی اسکاری مصرف میکنم. خب اسپج وقتی قیافش از بین میره من بدم میندازم چون با همین 500 تا هر دفعه اسپج میکنم.
این آتش قادر بود که خریدیم شدش چقدر 700 و خورده لیر همش. از این دیگه هم توی که نشون من بدم. و بعد اینجا رفتم زارا یه دونه عطر رو لوسیونه که این 1000 خورده ای بود، بعد تخفیف خورده بود شده 750 تا. نگین خرید قبلا ازش 600 خورده ای خرید. 690 تا خریده بود، بعد دیگه من 490 تا خریدمش. خیلی خوشبوه. واسه همه چی نشون بدم. آنباز آیا دیگه ببینید لوسیونش فوق‌العاده است. اصلا بلاگیری بلد نیست. چه دست رو بگیر پشتش مارکش. آها بایستا. آها اوکی. بزنیم بازش کنم بزنم ازش. خیلی خوبه. اینجا بگیر. اکریلیه مناسب موارد خاص پارتی، دیسکو، دریا، استر، از این چیزا. ببینید خیلی که باید لخت باشی. بله هر جا که لختی میتونی استفاده کنی. یه دونه از اینا توشه و یه دونه هم عطره. عطرش چند میده؟ 90 میله. 90 عقده‌ای رفت عین اینا ها نگاه کن. اونم من به نگین گفته بودم بخر. بعد رفت عینشو خرید. خیلی خوشبوه. خیلی خوشبوه. از اینا بهش میده. من یه دونه از اینا گرفتم. نه اینو بعد عقده‌ای مال منو گرفت. اینو واسه نیلوفر خریده بودم، واسه خودم یه دونه دیگه خریده بودم. بعد اینو بو میده، بو جوراب میده، بوی توالت میده. اینو من برداشتم مال من نیلوفر برداشت. این خانم رفت عطر خرید، خیلی عطرش خوب بود. بعد من نمیتونم عطر انتخاب کنم. چرا؟ چون نگین خانم سرش درد میگیره، حالش بد میشه من عطر میزنم. واسه همین وقت با سلیقه این خانم من عطر بگیرم. بعد اومدم چیکار کردم؟ بهش گفتم که آقا برو از همین عطری که واسه من گرفتی یه پول دیگه‌اش که خودت میپسندی خوبه واسه من بگی بیا. گفت باشه. رفت گرفت گفت یه عطر خریدم خوشبو فلان. آقا اینو واکم به خدا بود توالت میده. یعنی از تنم همچین چیزی نیست. چرا استفادهش نمی‌کنی؟ میزنم من اینا نصفش رفته. ببین خیلی بد بود. بعد دیگه من به خاطر اینکه این بود توالت میداد عطر خودشو دزدیدم اینو بهش دادم. گفتم اگه خوب خودت استفاده. خیلی بوش بده. خیلی خوب گرفتم. بعدش اینو بهتون بگم سابسکرایب کنید، لایک کنید، پولدار شیم، چیزای گرون بخریم بهتون نشون بدیم. اصلا ندارم من. نیلوفر پولدار نشه من همتون رو چیز میکنم. آنفالو میکنم. نمیشه. فالو کنید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، ویدیوها رو ببینید. فعلا